سلام، سلام. من آرمینم. منم محمدم. خوش اومدی. اومدی. خب آرمین جان، امروز اولین اپیزود رفت بالا. امروز اولین اپیزودمون رفتش بالا. بله، امیدوارم که ببینین، خوشتون اومده خوشتون بیاد، باشه. نظراتتون رو بگین، لایک و حمایت یادتون نره. آره. محمد امروز مریض شده حقیقت. بعدم مریض شده. قرار منم مریض بکنه احساس میکنم، ولی خب با این حال گفتیم بیایم قسمت بعدی هم ضبط بکنیم ببینیم به چه صورت میشه دیگه. آره، تداومو میخوایم حفظ کنیم دوستان. سر همین مریض بودن من رو بر من ببخشید. با این شرایط و اینا نشستم اینجا، به خداوندی خدا سوگند مریضم. خیلی باشه بده. حالا دیگه واقعا بده. ضبط به هر قیمتی. یه چیز بگم، بگو. لذت شروع مریض شدن رو دوست دارم. چرا؟ فکر کن از بیرون رسیدی خونه، همه چی پرفکته، بدن یه خستگی ملایم آماده به خواب داره، دمات مناسبه، هر جا دراز میکشی بدن اینطوری که آخیش. منتها وقتی بیدار میشی یهو آلارم همه چی میاد، دی دی دی، آب ریزش بینی داری، تب داری، خوش شده گلو، سوزش. باشه همه چی با ولی هم من بهت دوست هم ندارم. نمیکنه. اصلا مریضی رو من دوست ندارم. کلا مریضی هر نوعیش بده. مریض نیستیم که مریضی رو مخصوصا دوست داشتیم. سرماخوردگی. یعنی اصلا سرماخوردگی یه لول دیگه ایه. با اینکه میدونی قرار نیست ازش بمیری خوب بشی، ولی خب خیلی مورد. سرماخوردگی واقعا بچهای کوچیک آره، مثلا نوزادا اتفاقا آدمای بزرگ. نه بابا. مثلا فکر کن یهو تو خواب آب ریزش بینی شدید داری یا یهو کیپ شد. خب یهو تو مجبوری با دهن نفس بکشی. الان من مثلا خودم دیدم، بعد یهو پیچیدی دهنت راه تنفس رو از خفگی میمیری. من شبا برام خیلی بده. یعنی مثلا موقعی که داری سرما میخوری، شبش میام قشنگ میخوابم، میگم خب یه ذره ته گلوم سوزش حس میکنم، یه ذره دما، پا میشم سریع یه دونه قرص یه آدولت کل میندازم بالا، میگم تا صبح خوب میشم. صبح چشم باز میکنم گلوم گرفته. میگم نه، من همیشه مریضیم اینطوریه، شرایط پرفکته. یعنی یه آرامش خیال عجیب میاد سراغم، بدن آماده استراحت. مثلا میدونم برم سر جام یه لحاف بکشم رو قشنگ. لا 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 لا. مریضی بیشتر بهت حال میده فکر میکنم. قبل از مریض شدم بهم حال میده. من تا صبح که بیدار میشم همینطوری یه مشاهده میکنید چیه پوکیدو و اینا، اصلا خیلی مزخرفه. حالت چطوره؟ شاید الحمدلله نفسی میاد و میره زنده ای. فکر میکنم پس با این اوصافی که گفتی این قرار آخرین پخش دوتاییمون باشه. نه زنده میمونی، سروایو میکنی. ها بابا، من تو رو خاک نکنم. بله آقا، ما گفتیم این قسمتمون رو همه تیم اینجاست. من آره همه چیزت نماش، قرصات هم آوردیم اینجا نشون بدیم. آره مریض. گفتیم آقا ما که موضوعاتمون رندوم هستش، گوناگون متفاوت هست، بیایم این قسمت رو در مورد همین مریضی و سرماخوردگی و اینا صحبت بکنیم. یک سوال، بفرمایید. چرا سرماخوردگی هر سال تکرار میشه؟ مگه نباید بدن قوی بشه؟ خب بدن قوی میشه، ولی ببین الحمدلله هر سال یه سری ویروسای جدید، یه سری آنفلانزاهای جدید انگار هی میادش. خب آقا بدن یهو شک این چیه؟ این از کجا اومد؟ این جدیده. یه زمانی که مثلا کرونا اومده بودش، همون بعد کرونا این مریضی بد شد. آقا فاقد چیز اسمش اونه، نرس. آره ولی واقعا مزخرفه. اغلبشون هم علائمشون این سرماخوردگی و اینا، ویروس آنفولانزاه. الان یه تایمی همه مریض شدن. یعنی من هر کیو بیرون میبینم اینم آقا مریض شده. تا الان که من فعلا سروایو کردم. اینو نترس، امروز روز آخر. آره دیگه این دیگه آخری. This is the end. میگن آغاز özetinden گوتیر. درخت از داخل گرج بشم. دوستان ببخش، من سفش سیمینا هم زیاد خوردم، سفیلم میجم.
آره اینو همینطوری داریم ضبط میکنیم بجیم بخندیم و اینا، در مورد مریضی هم صحبت کنیم. تو راهکارت برای درمان چیه؟ یعنی الان سرما رو خوردی دیگه، خب. کار از کار گذشته. خب اول اینو بذار بهت بگم، دور اطراف ما منطقه‌مون آب و هواش یه جوریه که آدمو میکشه. آره ما اینجا یه جوریه سوز هوا داره بی یادت باشه دو سه هفته پیش خب هوا گرم بودش، بعد یه شبه رفتیم تو وسط زمستون. آره یه 2-3 روز اصلا رفتیم تو زمستون، بعدش دوباره برگشتیم به تقریبا اوایل پاییزی شد همون هوا دیگه سوزش که تقریبا. مونده، سوار آدم ماشین میشه که مرام فلای میای یه سوز میزنه ناکوتت میکنه. آره میگم برای مثلا تغییر فصل هم هستش، به قول معروف یا از گرما میریم تو سرما، از سرما میریم تو گرما، یا ترک آره می‌خوریم دیگه. اووردوز میکنه. آره. خب راه حل چی برای درمان؟ راه حلم درمان که ببین مریضی مثلا اگه سرماخوردگی اینا باشه سعی میکنم نه سرطان رو تو درمان اون فعلا از دستم بر نمیادش متاسفانه. هستی هلو ببار. ببین سرماخوردگیای سادمون خب من حالا دکتر نیستم، الان یه دکتر نشسته، های دکتر بفرمایین اینو برای سرماخوردگی ساده من همون طبق روال همیشگی که دارم آدولت کولد، از این آب نباتای دو هم گذاشتی اینجا گلو درد من نذاشتم خودشو برد، اینا کلا برای ایناست. من یه دونه از این مصرف کردم. از اینا میدم مصرف بکنی. نمی‌خوام. آره از این آب نباتای گلو درد و اینا میخورم که حداقل یه راه نفسم باز بشه. خب و روش‌های همین سنتی بخور و نمیدونم دمنوش و چای ماسالا جوابه. من نمیدونم چرا چای ماسالا میخورم سری خوب میشه. ببین بدنام فرق داره دیگه. تو رجت هندیه. من ترکیب برنده رو دارم، چای عسل طبیعی. ببین من سر عسل یه بحثی خواهم سنگین باهاتون خواهم داشت. عسل و زنجبیل. تو که چایی که کلا پایه ثابت همه چای پایه ثابت زندگی منه. آره. یعنی چای بوده بعد روش زندگی ساختم. چای از من بگیری ویرانه بیش نیست. میارم برای دیگه. آریگاتو گوزایماسه. هم در لحن آرماس. خب آره من ترجیح میدم ببینید همیشه سعی کنید تعریق رو در زمانی که سرما میخورین کاری کنین که بدنتون عرق کنه. خب آرخ نه ها عرق کنه چون راحت تر دفع میشه و اینا. و خیلی ها میگن نه دوش و اینا رو نباید گرفت، اینا توش آب گرم میگیرین، آب سرد آب گرم میگیریم. خودم همیشه دوش میگیرم صبح مخصوصا پا میشم میبینم وزنم وخیمه یه دوش میگیرم میرم بیرون بدتر بشم قشنگ. نه من واقعا دوش بگیرم برم بیرون احتمال اینکه همین سرما خوردن هم سرم این باشه است. الان چه فکر میکنم دیروز دوش خوبه این قسمت باعث شدش بفهمی برای چی حداقل مریض شید. ولی ببین نه فهمیدم از آرایشگاه در اومدم داخل گرم بود اونجا سرما خورد سرد و گرم شدی ها ترک خوردی میگم. ولی ای کاش همه مریضی‌ها همین سرماخوردگی در همین حد باشه. یه سری مریضی‌ها یه سری بیماریایی هستش که حالا یه سریاش مخصوصا لاعلاج میشه خیلی سخته. کلا مریضی هر نوعش هر چیزی که باشه واقعا بده. آره نه رتبه بندی کردنش اشتباهه. یکی میگه آی سردرد بده، آی دندون درد بده، کمر درد بده، همشو کشیدم. الان درگیر همین الان که اینجا نشستم هم درگیرم. آره یکی از یکی نمیشه گفت بدتره، واقعا هر کدوم به نوع خودش بدیشو داره. آره کلا خارم بره تو دستت آدم دهنش سرویس میشه. ببخشید معذرت میخوام ولی خب حقیقتی تلخیص. آره به خاطر ولی من با این چیزای قرص و اینا زیاد اوکی نیست. یعنی شیمیایی؟ آره خب من الان یه دونه مجبورا خوردم که خدای نکرده منتقل نکنم که البته کرده باشم تا الان تموم شده دیگه. منم باید یه دونه الان بخورم پشت بند. آره قرص دوشم باشه خارجی ها نه ایرانی. بجو هم الان وسط برنامه کف بکن. شبیه واسابی. آره بدترین تایمی که سرما خوردی کی بود؟ بدترین ببین من کلا میدونی چه جوری ام. من امسال و سال قبل یه ذره به نسبت بیشتر سرما خوردم، یعنی مریض شدم و سرماخوردگی هم نمیدونم کی گفت ویروسیه دیگه. حالا من مریض نمیشم معمولا،
ولی مثلا مریض میشم، سرما میخورم، 1 ماه 1 ماه و نیم درگیرشم و به شدیدترین نحو ممکن. چون تعجب کردیم؟ راست میگی تو. من دیدی دیگه. ببین خوب میشه ها، 1-2 روز خوب میشه، منتها با تبعاتش درگیر میشه. آره نه خوب نمیشم واقعا. من مثلا مریض میشم 1 ماه 1 ماه و نیم میافتم درگیرشم، بالا پایین داره، لرزم گرفته. خب خوبه. هفته بعد یه تصویر مشکی میزنن یه دونه هفته بعد عکستو میذاری اینجا بغلش یه دونه اینجوری روبان مشکی نارنجی بزن روبانش. نارنجی بزنم. آره مشکی دلگیر. اینم برات آوردم نه بخندیم. بیشتر به خاطر اینکه خوب نارنجیه. بشی یا به فکرت نیستم، چون نارنجی بود آوردم. اون از کجاش داره؟ اضافه است، قطعه اضافه است که کارخونه میذاره. کودک درونش یه ذره نه گفتم سفید سیم فعال خوردم، شده. سفید آره لماغ شد. اصلا این سریچتی بود. خیلی هم عالی. آره بدترین تایمی که مریض شدی نگفتی؟ بدترین تایم مثلا من بدترین تایمی که مریض شدم خدمت بود. از آموزشی تموم شدم رفتم یگان خودمو تحویل دادم مثل سرسرم. خودشم مرزبانی مریضم و اینا برام مهم نیست، برو بالا پست تو بده تو این حالت بردک نشسته بودم، آب مماغم البته یخ زده بود، آب مماغ میومد یخ میزد. اینجا یخ زده بود قشنگ. رفتم داخل دستمال اینطوری میچشیدی فقط رطوبت زد میشه، بقیهش قندیل بود. ببین من مسافرت میرم مریض میشم. یادم افتاد مسافرت پرفکتی چرا. ما یه بار چند نفری با دوستا به غیر از ایشون رفتیم سفر. بعد همین که راه افتاده بودیم عقبم نشسته بودم. آخرای فکر می‌کنم پاییز و اینام بودش. اواسطش بود، آبان بود رفتیم. منو تنها گذاشتین. آخرای آبان بودش. آخرای پاییز میشد. حالا anyway بالاخره هوا داستان. آره این بودش که راه افتادیم. من 1-2 ساعت گذشت گفتم من احساس میکنم دارم سرما میخورم. بعد گفتم نه تلقینه. شبش یه از داروخونه یه قرص گرفتم خوردم. صبحش باشید مردم. آره با همه رو مریض کردم توی اون سفر. بله همتون برگشته بودیم، ما داشتیم یکی اینا رو میبردیم دکتر. اینو ببر آمپول بزن بعد اون یه چی کف و خون بالا آورد ببرش داشت. تو سفر خیلی بده واقعا. تو سفر زهر مارت میشه سفر. البته خیلی خوش گذشت ولی خوب ببخشید تشنج میکنی دیگه، کم کم وضعیت داره بدتر میشه. آره دارم اینجا انرژی میسوزونم دیگه. بیام الان اینجا وسایل سوپو برات آماده بکنم. آشپزی با آرمین برنامه عوض شد. طرز تهیه سوپ برای مریض. از این سوپ آماده بیا بریز تو کاسه هم بزن آماده شد. قشنگ سوپ خودته دیگه. بدترین پس بر شما خدمت بودش. بابا یه سوال دارم، تو الان بدترین مریضی که داشتی چی بوده که واقعا اذیتت بکنه؟ صرفا مثلا سرماخوردگی و اینا نمیشه، جسمی، روحی، روانی که من الحمدلله تو اون چیز مورد سالمی من اذیت نمیشم، دارم لذت میبرم باش. ولی بدترین مریضی که باهاش درگیر بودم، من مثلا خودم به شخصه میشه گفتش کمر درد، دیسک کمر واقعا اذیتم میکرد و هنوزم بعضی وقتا میکنه. اون ما رو اذیت میکنه الان دیگه کم. نه با شما چی کار داره؟ فقط بیشتر سر صدامو میاد. کمرم. الو محمد. بله مهربون با دل خوش صحبت میکنه باهات. آره اینطوری میای خونمون یهو. چرا؟ حقیقتش من کمرم جره بوده. یا یکم ماساژم. چقدرم که میای ماساژم. خلاص آقا تو یکم پیش من حقیقت خب کمرم یکم پیش درد میکرد. همین الانشم داشت میشه تو ساعت آیو اویو فلان.
گفتم برم بیام. گفت برو بیا ماساژت بدم یه ذره کمرت بهتر بشه. همیشه اینجوری گولم میزنه، میرم میام ماساژم هم نمیده. تو چطور منو گول میزنی میچشی ماساژ بدم منم گول میزنم اصلا دیده نشد. خیلی اشکال نداره. برم براش یه دونه چای بیارم تو آره یه نکشته چای ما مخ رو، کنیم چای ما. لاشاخ بکنیم برگردیم. زنجبیل داری؟ زنجبیلم. دارچین میشه برات آره بریزم؟ دارچینم دوست دارم. مرسی. برم یه چای دارچین براش بیارم. بریم بیا. رفتیم زنجان. اون سری با گیلاس محمد شروع کردم، این سری با چی شروع بکنم وسطشو؟ میرن محمد از اون ما فقط فقط. کپی رایت میخوریم. خب دوستان عزیز ما برگشتیم با چای و چای زنجبیل عزیز. چای زنجبیل عزیز که برای خودت آره بده من. چدرش که من اینجوری چای نه اینو بدم مختص خود شما. آره بذار مرسی. میذارم برات. مرسی. سری قبل یه ذره آره تلفات آره دادیم تلفات اینجا. دادیم اینجا. آره خب مجددا جا داره از اسپانسر عزیزمون تشکر کنیم، متالز استودیو. کسایی که قسمت اولو دیدن اینجا میدونن داستان چی و اینا. مجددا همینجا پیجشون میاد، میتونیم برش های CNC هم و اقسام برش CNC و اینجور چیزا رو ازشون بهشون سفارش بدیم، براتون آماده میکنم با بهترین کیفیت به مدیریت آقای خودم هستم. کارهای دکوراتیو، ساعت، تزیینی و آره کاربردی. استند برای کافه مافه چیزی بخواین، رستوران، اینا همه هر نمونه چیزی. سفارشات و اینم قبول میشه. آره هر طرحی هم دارین سفارش بدین. خب برگردیم آقا سراغ آره. موضوع این سوراخ اصلیمون. هرمی سوراخش کردیم؟ چیز نچشیدم اینجا نگاه، این چیز سوراخش کرد. سوراخش کردیم. بیا جوسا الان همونم ازت بگیرم سترجم بزنی باز. نه تو خدا بزن لرز نشسته. خب آقا دوست عزیز من، نفرمودی شما که بدترین مریضی که داشتی چی بوده؟ به چه صورت بوده؟ بدترین مریضی یا نمیدونم سکسکه مریضی حساب میشه. سکسکه نه، یه تقریبا رفلاکس محسوب میشه فکر میکنم. 3 روز مداوم باشه. 3 روز مداوم یادت سکسکه. نمیاد ایوای اون راست میگی. تایمی که توی چیز بودیم دیتیلینگ من 3 روز این بودم. یهو میپریم بودم چته سکسکه دارم. واقعا 3 روز مداوم من کلافه بودم. هی هم چای میخوردی. اول وقتا به چیزا رو می‌خوردم اون بیشتر چای میخورد. تو هر شرایطی مریض چای بده، چای خوبم میکنه. این مامانا هستن چای نبات بخور خوب میشی. اون موقعم چای نبات می‌خوردم. چی شد خوب شدی؟ نمیدونم خودش. 3 روز پشت سر هم روز چهارم بیدار شدم سکسکه نداشتم. طبیعی از بین. شب تو خوابم سکسکه میکردی یهو؟ متاسفانه خوابم سنگینه متوجه. بعد از بقیه دیدم دیشب یه نمونه بارزی از خواب سنگین تو درک کردم. برده بودم اون سنگین نبود. اونم الان مرج بود. خب سکسکه نه مریضی محسوب نمیشه. اون وقت چیز بود. بدترین مریضی که داشتم آبل مرغون. آبل مرغون؟ آره آبل مرغون من افتاد دورای خورداد و اینا بچه‌م. از یه طرف امتحانا دیگه، امتحان پایان ترم مجبور بودم با اون شرایط. فکر کن میرفتی مدرسه میآوردن میذاشتن تو سالن دو میشستی امتحان میدادی. خیلی سرطانی بود. ما اون دوره سراب بودیم، برف بارید خورداد، امتحان ریاضیمون لغو شد. یعنی این واقعا بابا هم مأموریت بود، مامان بیچاره دستن. من عجیب تب کردم آخرای چیز. یعنی اینطوری بود که همه اول یه حالت مریضی رو میگیرن تا آبل مرغون، بعد جوش و اینا، بعد خوب میشه اون جوشه یکم طول میکشه تا بره. من اول یکم مریض شدم، بعد دیگه جوشو داشت میرفت، یه دورم عجیب اونطوری مریض شدم، تبینا کردم. زخم میشه دیگه جوش تبدیل به زخم میشه، این گوشت وا میشه. من خودم هم گرفته بودم یه زمان. آره واقعا خیلی چیز سرطان. اغلب بچه‌ها آبل مرغونی گرفتن. اغلب تو کودکی میگیرن ولی بیچاره اونایی که نمیگیرن. چرا؟ اونا مثلا تو بزرگسالی همچین مریضیای سخت‌تره. آره خطر میشه، سخت‌تر میشه.
مثلا من خودم زندایی بیچاره نگرفته بود، دختر داییم که گرفت اونم گرفت باهاش. خیلی اصلا شرایط هم بچه رو ول کرده بودن مراقبه اون. آی مریضم خدا. ای وای ای ای وای. وای تو ای وای ای وای. این ای وای یه قضیه‌ای داره، حالا اینم تو قسمت‌های بعدی اینو بازش می‌کنیم. میپردازیم به اون داخل قشنگ به اون اتفاقات عجیب غریب بهش میپردازیم. واقعا این اتفاق عجیبی بود. اصلا فوق‌العاده بود. اینم بهتون بگم، ما الان نگاه میکنیم میبینید اپیزود اول اومدن نشستن در مورد متفاوت پروفسور تورت. نه آقا همینه، زندگی عادی هم همینه. قرار نیست من برای یوتیوب بیام زندگیمو تغییر بدم. تصادفیه دیگه آقا. ما تو این قسمت یهو تصادفی محمد سرماخورده شد. تصادف دیروز من با سرماخوردگی تصادف کردم مثلا، مریض شد. برخورد خرید. برخورد خرید. بفرمایید چایی. ادای زنجبیل تند خیلی ریختم توش، تاثیر نداره. خب تو مزه ها رو دیگه فکر کنم متوجه نمیشی دیگه. وضعیت وخیم‌تر شد. فکر نکن. امیدوارم. ولی بهترین تایمی که مریض شدی کی بوده؟ بهترین تایمی که مریض شدم، بهترین تایمی که مریض شدم سر کارم بودش. سر کارم بود. یعنی ببین خوب نبودا، مریضی هم اینجوری نبودش که مثلا سرماخوردگی باشه. من به هم مأموریت خورد. یک ماهی تقریبا میشه گفت رفتم شیراز بودم. بعد من اواسط اون مأموریت هم اواسط یعنی ما یه دونه آخر کانال یوتیوب یه دفترچه میدیم، دفترچه لوگاتی رندوم. آره اواسط مأموریت هم بود، کمرم گرفت. خب بعد اصلا مأموریت خیلی عجیبی بودش. یه پروسه‌ای رو داشتیم، حالا نمیگم فعلا تو چه هیته‌ای داشتم کار میکردم. چند نفر همکارام اومدن، همکارام وسط اونجا مریض شدن. آقا من چند روز رفتم با این دکتر، اونجام سر در نیاوردن، چشه سردرد خیلی شدیدی گرفته بود. برگشت یکی دیگه اومد، 2-3 روز اون موندش. یه کاری بودش آقا تیمی باید انجام میدادیم. اونم خانم بچه‌هاش به مشکل خوردن، اونم مجبور شد برگرد. من این وسطی تنها میموندم، هی نفر نبودش بفرستن. بعد دیگه موندم دیگه با اون وضع کمرم. گفتم آقا من فعلا میمونم اینجا. دیگه موندیم و 2 تا همکار دیگه اومدن، کارو رو جمع جورشون کردیم، برگشتیم. وضع کمرم خیلی بد بودش، اینطوری که مثلا با عصا راه میرفتم. آره دیدی اون حالتمو، قشنگ پیرمردی یه دونه عصا. بعد صدا شده تو باید بازنشست بشی، نمیدونم چرا فعلا زوده به حکم تو نمیدونم. یا آره برگشتم و یه 10 روزی به هم مرخصی دادن سرم. یه گفتن آقا 1 ماه هم رفتی اونجا مأموریت، زحمت هم کشیدی. رفتم یه روز جلسه گذاشتن، پولم بهت دادن. آره رفت گفتن آقا جلسه بیاین صحبت بکن. دیدم من آقا نتونستم با شرکت بزرگ فکر کن اینجوری یه نفر اینجوری جوون با عصا داره راه میره. و دیگه آخر اومدن با ماشین منو بردن. این کارگاهمون خیلی عقب‌تر بودش، با ماشین منو بردن و دیگه همون یه فکر می‌کنم 10 روزی مرخصی گرفتم. ولی خب حال نداد بهم مرخصی، همین اینجوری افتاده بودم روی تخت. کمر. نه من بهترین تایمی که مریض شدم یه جا کار میکردیم، قرار بود آقا مثلا یه اسباب کشی سنگین صورت بگیره. فکر کن شنبه به هم گفتن که آقا دوشنبه اینطوری دیگه اینجا رو تحویل میگیریم، بعد اینا رو ببریم و اینجا فلان. گفتم یک شنبه توی خود همونجا علائم سرماخوردگی رو نشون داد بدنم. بعد در اون یکم هم خودم سیمولیشن بازی و اینا عداوت علیلم زلیلم و اینا بیاره. گفتم من فردا بدتر بشم نمیرسم. گفت اوکی نه شما اولویت حال شما. گفتم دمت گرم. اولویت دمه خدا سر شاهد. صبح بیدار شدم سرپا پیام دادم من حالم من دارم من رو به موتم. یارو گفت اوکی استراحت کن. هیچی دیگه 3 روز خوابیدم خونه. اونجا اسباب کشی رو کردن، دکورش رو زدن، همه چی تکمیل شد. من رفتم واو چه خوشگل شد. بقیه بچه‌ها
من خوب شدم. مثلا فوق‌العاده. پس یادم باشه تو این شرایط اگه دیدم مریضی مطمئن باشم سوال نمی. مطمئن باشی سالمه. نه من به شماها چیز میگم. الکی نه میگی. واقعا مریض باشم میگم. ولی ببین سر کار قرار در مورد این کار و اینا هم صحبت کنیم دیگه. مثلا برنامه‌ش رو داشتیم منتها من اینطوری شد دیگه کلا گفتیم یه صحبت درست حسابی ازش در نمیاد. حداقل همینطوری در مورد سرماخوردگی و اینا صحبت کنیم. سر کار بعضی اوقات باید اونطوری که باید رفتار میشه. اینو اینجا داشته باشیم بعدا میپردازیم. چای بخور نوش جان. اون اصلیشون تهشه ها، فکر کنم یه همکی باید بزنی بیاد آخه بالا. با انگشتم بزنم یه قاشق میذاشتی. اشکال نه، یه ذره کمتر شدهش یه دونه بچه. الان نه، الان تو باز خرابکاری می‌کنی. مثل سابقت کیکه. آره. من تو باید چرخوندن خوب نیستم. آره. اون باید یه اتفاقایی رو هم بذاریم، اونا رو هم نمایش آره بدیم. فان مومنت خواهیم داشت قطعا، بسیار هم خواهیم داشت. یعنی ثابت اینجوری نمیمونه این به قول معروف ضبط هایی که داریم. گوناگون میشه. دکتر خوب رفتی دکتر وقتی خوب سرماخوردی؟ یعنی یه دکتر مثلا نمیدونم تا حالا برات پیش اومده مثلا یه سرماخوردگی چیزی داشته باشی یه هفته اینو اذیتت کنه، بعد بری پیش یه دکتر اون یه سری چیزا بهت بگه، یه سری دستورالعملا بده، مثلا فرداش سرحال پاشی سرپاش. ببین من حقیقت مثلا سرما میخورم دکتر نمیرم. من کلا یه گاردی دارم موقعی مریضی نسبت به دکتر. یعنی آقا هر چیزی میشه میگم بذار یه چند روزی خودم ببینم، اگه بدتر شدم دیدم رو به موتم کلا وقتی آره یکی فوت منو شدم بده. یادت باشه چند بارم مریض شدم شما منو میوردیم پیش اون به زور لوله‌چش. لوله چش. این دکتری که میگیم لوله کش طب سنتیه. بعد طب سنتی هم نیست، سنت- یارو جراح اخراجی. جراح اخراجیه. سرم پروانه گول مالیدین یه عمر. پروانه طبش باطل شده. ببین میری براش مهم نیست، 3 تا آمپول داره همونو بهت میزنه. دیفالتشه آره اون بری دیگه. بگی سرطان دارم بیا اینجا. واقعا یارو خوب میشه نمیدونم. آره و واقعا هم 2-3 باری من آوردیم پیش اون، 2-3 بارش هم خوب شدم. ای خدا. به غیر از یه بارش که وخیم تر شد اوضاع. فرداش رفتم سرم زدم. آمپولایی که زد و به شروع به فکر کنم تاریخ گذشته زد. احتمالش هست. اصلا یارو فوق العاده است. یکی از بچه این لوله کشم که میگه از یه جا یکی از بچه‌ها رو برداشتیم بردیم رفتیم در رو زدیم گفتن دکتر نیست. گفتیم اوکی تو ماشین منتظر وای میسیم. یارو با یه موتور اومد یه دونه کیف سامسونت دستش بود پاشوت دیدیم جعبه ابزار. رفیقمون میگه شاید دکتر بودی بوچی لوله چشم. خدا بود واقعا لجند بود. خوبه ولی متاسفانه خیلی از این دکتر نما هستن که خودشونو جا میزنن و واقعا ببین نمیدونم چی بگم راجع به در این. مورد پزشکی و اینا هم صحبت میکنیم اگه بهشون بر نخوره. منتهای مراتب البته فعلا در جایگاهی نیستیم که اونقدر ویو نه. داشته باشیم که حالا کسی ناراحت ببینه ناراحت شه. ولی خب در کل برای همه من ارزشش رو احترام قائلم. منتها تازگی ها پول داره فرمان روایی میکنه. آره صحبت واقعا اگه آقا کسی مثلا تخصصی نداره خب نمیتونه درمانی بکنه نوش جونت. واقعا آقا این ظلمه که در حق دیگری بخوای یه نسخه رو تجویز بکنی، یه کاری بکنی که آقا به ضرر طرف باشه. آره بعضی اوقات بگی نمیدونم من سر در نمیارم بهتره تا صرفا اینکه به یارو به خاطر چخ پول یه سری کارایی رو میکنن آقا شاید باعث مرگ طرف هم بشه. چرا؟ آجاقا سرماخوردگی واقعا بده. هر چقدر دارم رفته سرماخوردگی رفته خره. آره. سکوت طولانی شدی. واقعا من دارم الان انرژی هی داره تحلیل میشه اینطوری هی داری رو به مدتر میره. من الانم که دارم فکر میکنم یه ذره بینی و گلوم داره میگیره کم کم. سید باورتون این سرعت انتشارش اینطوری نیست، اینطوری کار نمیکنه. من از صبح وقتی دادم گفتم سلام من یکم احساس میکنم مریضم 2 ثانیه بعد
این دوره من جلوم میخواره یکم بعد اسم میکنم جلوم گرفته ولی اگه بگیرید زیر دست و بام لقده برق من گرفته که زن ما برده جیه دور میگه همون هفته بعد احتمالاً من آره میندازم. من اون زابط پتوه رو میشه من میندازم روی خودم نه دیگه به هفته بعد نمیکشه به هفته بعد نمیکشی. نه تموم همون وسط دوم اینا یه عکس میده قسمت بعدی 2 تا عکس اینجا. 2 تا عکس 30 دقیقه بهتون نگاه میکنم اونم جالب میشه. آره امیدوارم واقعا. اونو حمایت بکنم. فان ترین چیزت در مورد مریضی چیه؟ مثلا بیمارستانی جایی رفته باشی و اینا یه داستانی شده باشه. ببین یه بار مامان بزرگم خب این شست شکسته بود. خب ما یه دونه بیمارستان بود برای مثلا تهران میرفتیم اونجا دیگه برای گچگیری و اینا. عرضم به خدمت شما آقا ما رفتیم و دیگه داشتن عکس و اینا میگرفتن و اینا. خب من گفتم آقا من این زانوم خیلی وقت درد میکنه و گفت خب برو یه دونه عکس و اینا بگیر چشه. خلاصه مطلب دیگه مامان بزرگم کاراش تموم شد اومد توی ماشین نشست اینجوری دستش گچ و اینا گرفته بودن آویزون از گردنش بعد یهو دید منم اومدم بیرون 2 تا عصا زیر بغلم پام تا اینجا رفته بود تو گچ. نه اونجا اصلا یه خاصیتی داشتش هر کی میره آره سالم هم بود یه گچ میگرفت. بعد بابام رفته بودیم گفته شما بشینین تو ماشین من برم داروهاتون رو بگیرم بیام دیگه. اون یکی دستش یکی پاش اینجوری بعد نمیدونم در باز مونده بود چی شدش یکی اومد مام بزرگم گفتش که آقا میشه بیا این در رو ببندی و اینه یه همچین چیزایی درست یادم نیستش. یارو اومد یه نگاه کرد این مام بزرگم دستش شکسته من پام اینجوری توی گچ و اینا هستش. گفت این ماشین یا آمبولانس اینجوری. من خودم هم پا هم دست شکستگیشو تجربه کردم. یه بار با یکی از رفیقا بودیم پام شکسته بود پشت سوار بودم بذار این دستم هم شکسته بود انگشتم شکسته بود اینم جریانشو بگم این خودش خیلی فانه بذار ببینم فکر کنم منو گذاشته پشت نشستم لنگمو دادم رو صندلی همینطوری نشستم داره این بره گذاره. شب بود گشت گرفته بود بعد من که پشت بودم دیده نمیشدم شیشه‌مو دیدی شیشه رو داد پایین گفتن این وقت شب بیرون چیکار میکنی اینا برگشت گفت رفیقمو دارم میبرم پاش شکسته دارم اینطوری ورده بودم بیرون و اینا یارو اینطوری سرش آورد منو پشت گفت آها نشکشی اینطوری بودم خب گفتم گیر بده بگرد ماشینو با من چیکار داری این پشت نشست. خب که اینطور آره بعد 2 ماه پیش 6 ماه پیش قبل عید من دی سال پیش انگشتم شکست این وری بودش این بود این انگشتم از اینجا شکست بعد رفتم دکتر و اینا حالا یکم این ور اون ور عکس بگیر و این اولش رفتم اینجا پیش دکتر همین منطقه اینجا نه دکتر بیمارستان اینجا شاید رفتی اونم 3 تا آمپول زد خوب بشی میگه که برو عکس بگیر بیار ببینم چشه میگم احتمالاً شکسته باشه چون دردش واقعا عجیب بود و اینکه فکر کن این انگشتم که این اینجاست اینجا بود ضربه چنان چیز بود که این اومده بود اینجا اینا خورد شده بودن اینجا عکسشو بذار عکسشو نمیذارم شاید بعضی خوش بعد گفت بذار ببینم دستمو گرفت کشید میگم زدم رو دستش همین که کشید شق یه ماه دکتر من گفتم شکسته تو خودت قرار نیست لمس کنی عکسو میرم بگیرم گفت حالا برو بگیر بیا رفتم گرفته اومده ببینم آقا این که اینو کشیده شده اومده بالا مثلا اینجا بود یکم اومده بود بالاتر اینجا 3 تا تیکه استخون هست جدا از هم عالیه و اینطور اوه این بد شکسته ولی نرو شهدا بیمارستان شهدای تبریز میگم چرا میگه اونجا عمل میکنن و اینا ببر یه جا پشت سر هم بندازه ببنده که خوب شه بعد من اینطوری بودم که فکر نکنم اینطوری خوب شه پا شدیم رفتیم بیمارستان نه الان من اینجا بیمارستان منتظرم اونجا هم تخصصی همین چیزان شلوغ و اینا داشت نوبت من میشد یکی اومد با دکتر درگیری شد و اینطوری وایستادم تو رو خدا دعوا نکنیم من دستم درد
بعد نوبت ویزیت من بعد دکتر قهر کرد رفت که چرا حراست پیدا چیزی نمیگی. حالا من نشستم اینطوری. بعد یکی اومده میگه واقعا تو دکتری یکی نیستش. منو گردن بگیر. آره بعد برگشت گفت چته، از کسایی بود که اون مثلا گچ میگرفتن و اینا، از کادر درمان بود. برگشتم گفتم اینطور. گفت خب بیا برو تو الان عکسو اینجا بگیر. گفتم عکس فلان جا. گفت نه اونا نیست، بعد ما اینجا خودمون عکس بگیریم. گفتم حل. رفتیم اونجا هم یه دور عکس گرفتیم اومدیم. یه دکتر شیفت پیدا کرده بودم به زور گذاشته بودم اونجا. اونم این ناراضی بود که بابا فلانی رفته به من منو چرا بیدار کردین. با هزار مکافات رفتیم این ور اون ور. گفتم بعد عمل شی این جراحی پیدا بکنه از این بیلبیلک آره بیلبیلک میرزا بذارم برات و اینا تا ثابت بشه گچ بگیریم آتل ببندن دیگه درست. گفتم باشه. رفتیم 2 ساعت چیز گرفتیم این بیلبینتیه برای اینکه بهش سرم اینا رو وصل کنم میزنم آنژیو کردم. آره آنژیو رو بهم وصل کرده اینا. بعد رفتم حالا من 2 ساعت نشستم نه میگن آب بخور نه غذا فلان اینا قراره بیهوشت کنن. تقریبا این 1 ساعت و نیم اینا طول کشید. من رفتم اتاق عمل. از شانس بدم فکر کن همه رو یه سالن انتظار پر برای اتاق عمل آدم بود. همه رفتن 3-4 نفر مونده بودیم. همون لحظه داخل یه عروسی درگیری شده بود. زده بودن همدیگه رو. یکی رگمگش به چخ رفته بود. یکی چیزا اینا آوردن اونجا. باز اونا رو زودتر از من بردن. درگیری بود همچنان. مأمورینا میومد میره. من باز اینطوری بودم که بابا این زندگی 2 ساعت نشستیم. بعد اونم آقا ما خلاصه رفتیم داخل. بعد گفتن که چیزه گفتم سرم. گفتم چطور میخوایم بیهوش کنیم؟ گفت بیهوش؟ گفتم آره دیگه 2 ساعت نذاشتم من یه چیکه آب بخورم تا بیرون که بیهوش میخوای بشی. گفت نه برای تو ما بیهستی. گفتم به طور خود یه لیوان آب ببینید ندادم. چه یزیده هی میگفت باشه ولی ندادم. بعد برداشتن آمپول بیهسی زدن و اینا به دستم. یارو من برگشتم گفتم خب پزشکی تجهیزات پزشکی یهو دیدم یه دونه دریل رونیکس کشید بیرون. قشنگ مشخص بود از بچه‌های تاسیسات گرفته بودن روش گچ اومد. این یکی فوق لیسانس لوله کشی بوده احتمالاً. من اینطوری بودم که میخوای چیکار؟ گفت میخوام سوراخ کنم برای اینکه این چیزا رو بزنم. یا اینطوری گفتم فکر نکنم. چرا؟ بعد برگشتم گفتم خب افتادگی اینا هم داره. یه دستم رو که گفت آره راست میگی. 2 ساعت اینا اینطوری کشید اینا حس نمی‌کردم. اون لحظه واقعا حس نمی‌کردم. مته رو گذاشت سوراخ کرد. یه اینجا سوراخ کرد. یه اینجا سوراخ کرد. یه دونه اینجا. اینا جاش هنوز هست. اولیو سوراخ کرد رسید تا این وسطا. من یهو دیدم یه چیزایی دارم حس می‌کنم. اینو سوراخ کرد دیدم بیشتر دارم حس می‌کنم. اینو سوراخ کرد من شروع کردم به جفتک زدن. یارو میگه چه؟ بعد میخندیدم. من درد که از یه حدی بیشتر میگذره شروع میکنم خندیدن. گفت چرا میخندی؟ گفتم بابا دارم پاره میشم. بی‌حس نشده یکی دیگه میخوای بزنی بزن. فکر دارم مسخره بازی در میارم. بعد همینطور داشت سوراخ میکرد یهو زد از این بیرون در اومد از گوشت. گفتم روی دستم هم سوراخ کردی زد بیرون؟ گفت آره. بعد یهو اینطوری کپ کرد نگاه کرد. از کجا فهمیدی؟ گفتم 2 ساعت دارم میگم حس میکنم درد دارم. بعد گفت چرا پس میخندی؟ گفتم نمیدونم نظر خودت چی؟ گفت مازوخیسم. گفتم نه اسم نذار ول کن. و هیچی دیگه. الان فکر کن اون دور بر دکترای مختلف دارن عملهای مختلف. یکی انگشت رو داره قطع میکنه پیوند میزنه فلان میذاره. همه اینترنت جمع شدن دور هم داریم میخندیم. بعد یارو کارشو تموم کرد بست و اینا. گفت پاشو روشو برگردون و وسایل رو جمع کنه. من واقعا پا شدم. گفت فشارت میفته بشین سیگار. گفتم نه اوکیه. گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت پس بیا برو خودتون زاکسیناتو بگیر. با همینطور دست بسته رفتم بیرون. اونجا عکس دستو گذاشتم عکس گرفتن ازم. دوباره برگشتم عکس آوردم. بعد الان با دکترا نشستیم داریم اونجا داخل چیز عکسمو نگاه می‌کنیم. اینطوری جای دکتر این بغلش یه کم اضافه است. نه جوش میخوره اوکی. گفتم واقعا؟ گفت آره بابا. داشتم قشنگ تبادل نظر می‌کردیم. خوبه. واقعا یکی از تاپ مومنت ترین چیزای بیمارستانم بود.
ولی 2 ماه خوابیدم خونه، اصلا داشتم کف و کن. یادمه بیرون هم نمی اومدی دیگه کلا. نمیتونستم بیام وسط زمستون تبریز، فکر کن یه دست اینطوری ازش هیچی نمیشه پوشید. یخ همینجوری میزنه پتو پیچ باید می اومدی دیگه. 2-3 بار همونطوری اومدم بیرون. آره یادم اصلی. خب خیلی هم عالی. دوستان عزیز امیدوارم که مریض نشین، همیشه سالم سلامت، سلامت، حالتون خوب باشه. آره واقعا یه خارم به انگشتتون نباشه، چه برسه چیز دیگه ای. واقعا اذیت میشه. ببخشید اینو صرفا گفتیم دور هم باشیم، یه صحبتی کنیم، بگیم، بخندیم، یه خاطره‌ای باشه. انشالله از هفته بعد مجددا پرقدرت در خدمتتون. ممنون که تا اینجا هم کنار ما بودین، تماشا کردین. نظرها یادتون نره، لایک و سابسکرایب هم بدید. آره اون زنگوله هم بزنین که ویدیو جدید اومد با خبر باشین. دیگه دست نمیدم. آره دیگه خسته نباشین. خسته نباشین. خداحافظ.